گلدوزی خیاطی و طراحی دوخت شادرخ در خدمتتون هستم. امروز میخوایم در واقع پارچه‌ای رو داریم که پارچه اداری هستش. میخوایم این پارچه اداری رو در واقع حاشیه دوزی کنیم و طراحی کنیم برای اینکه یه حاشیه‌ای بزنیم برای لباسمون. موادی که در واقع متریالی که لازم هستش که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، کارگاه خیاطی هستش، کاربن، کاغذ آچهار و اون الگویی که میخوایم در واقع به عنوان حاشیه پارچمون در نظر بگیریم رو میذاریم روش و با چسب فیکس میکنیم، تنظیم میکنیم و شروع میکنیم به کشیدن حاشیه. دوستان نگاه کنید، حاشیه من خیلی کوچیک هستش و من این حاشیه کوچیک رو مدام میکشم در امتداد هم تا یک حاشیه خیلی بزرگی به من بده. همینجوری که اینجا میبینید از ابتدای پارچه رو فیکس کردم طوری که در واقع این پارچه فیکس بشه توی کارگاه برای دوخت. دقت کنید، پارچه‌ای که فیکس نشه توی کارگاه برای دوخت، اون پارچه در واقع اذیت میکنه. نگاه کنید به این شکل پارچه باید قرار بگیره و من این حاشیه رو تیکه تیکه کشیدم به این صورت کشیدم روی پارچه. یه دونه حاشیه دیگه هم میکشم برای اینکه شما ببینید و قابل توجه باشه. پارچه‌مون رو در واقع پهن میکنیم روی میز به این شکل، صاف میکنیم. اون مقداری که میخوایم بکشیم و فیکس کردیم رو در امتداد هم به طور حاشیه نشون میدیم و شروع میکنیم با خودکاری که اصلا نمی نویسه و شروع میکنیم به طراحی کردن. میبینید روی تمام گل ها رو صاف میکنیم به این شکل. صاف میکشیم. دقت بفرمایید خارج از الگو اصلا نمیکشید. خارج از الگو اصلا نباید الگوی قرار بگیره چون حاشیه ما خراب میشه. ببینید من فقط روی الگومو پررنگ میکنم، هیچ کار اضافه ای انجام نمیدم، هیچ چیز اضافه ای نمیکشم و اگر چیزی خواستم اضافه بکشم باید در مجموع برای کل در واقع الگو اضافه کنم، نه برای یه دونش اضافه کنم، برای هیچ کدومش اضافه نکنم. نگاه کنید برمیدارم الگو رو و حاشیه من به این صورت کشیده شد. متشکرم. در ادامه در خدمتتون هستیم.